خب میخوام این بار راجع به بدهی‌های متوفی باتون صحبت بکنم و سعی میکنم که نکات خیلی مهمی رو در این رابطه بهتون بگم. ممنونم که حمایتم میکنید. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. بابت بدهی‌های متوفی دوستان، زمانی که یک فردی که بدهی داره و اون بدهی رو باید پرداخت بکنه به طلبکاران، ولی خب نداره اون بدهی رو پرداخت بکنه، و یا داره ولی خب فقط مثلا یک ملکی داره که توش مثلا داره زندگی میکنه و اگه اون هم بفروشه خب دیگه نمیتونه واقعا زندگیش رو اداره بکنه. خب اینجا براش من یک موضوع رو در نظر میگیرن به عنوان کسی که ماترک هستش، یعنی کسی که میاد به عنوان بدهکار باید زمانی که فوت میکنه این بدهی میرسه به وراث و وراث هم باید با مدیریتی که حالا دارن طبق روال اموالی که بهشون میرسه رو باید به عنوان بدهی به طلبکارا پرداخت بکنن. اما در یک صورت هم میشه این کارو نکرد، در برهه زمانی که محترک رو وراث زودتر انجام بده میتونه که این بدهی رو در واقع پرداخت نکنه. اما در صورت اینکه اون زمانی که میخواد این بدهی رو پرداخت بکنه زودتر از محترک باشه، خب اینجا باید حتما این بدهی رو پرداخت بکنه. چند تا نکته خیلی مهم بگم دوستان. در زمانی که حالا چه کسی که فوت میشه چه در کسی که زنده هستش، حتما باید در صورت بدهی داشتنش باید اعلام بکنه، چه به وراث و چه به وکیل خودش که به عنوان امین خودش هستش. حتما باید این موضوع رو در جریانش باشن. و در صورتی که خب اگر حالا بدهی نسبتاً بالایی هم باشه، در هر صورت باید از اموالی که طرف داره کاملا بدهیش پرداخت بشه. اما خب اگر که حالا اموالی هم نباشه کلا که بخواد اون بدهی پرداخت بشه، باید باز توسط وراث به طلبکارا پرداخت بشه. اگر که خود وراث باز شرایط مالی نداشته باشن برای پرداخت اون، اصولا حالا طبق قانون به دادسرا مراجعه میکنن و اونجا باید برای این موضوع تصمیم گیری بشه. اگر در صورتی که واقعا اموالی نباشه برای اینکه بخوان پرداخت بکنن به عنوان بدهی، اصولا اون بدهی منتفی میشه و خب نمیتونن هم از جایی عکس بکنن. اینجا سعی میکنیم که یک سری نکات مهم رو اینجا بهتون بگیم. ممنون میشم که از همون حمایت میکنید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. ممنونم، مرسی.